5 با تمام دل به خدا اعتماد کن. آمین. امثال 3:5 با تمام دل به خدا اعتماد کن. آمین. With all your heart, trust in the Lord. امثال 3:5 با تمام دل به خدا اعتماد کن. آمین. امثال 3:5 با تمام دل به خدا اعتماد داشته باش. آمین. With all your heart, trust in the Lord. Proverb 3:5. امثال 3:5 با تمام دل به خدا ایمان دارم. With all your heart, trust in the Lord. امثال 3:5 با تمام دل به خدا اعتماد کن. آمین. با تمام دل به خدا اعتماد کن. امثال 3:5 با تمام دل به خدا اعتماد کن. آمین. خداوندم شکرت که ما فرزندای تو هستیم. خداوندم شکرت که آیای همه خوب هستن. خداوندم شکرت که ما میتونیم تو رو محبت کنیم. خداوندم شکرت که تو ما رو تو این زمین آفریدی. خداوندم شکرت که اجازه دادی ما با فرزندات خوب صحبت کنیم. خداوندم شکرت که به فرزندات قوت داری. خداوندم قلب داری، قلب تازه برشون داری. خداوندم خیلی سال هاست که دنبال تو میگشتیم و تو اومدی ما رو تو خیابون کمک کردی. خداوندم ازت ممنونم. خداوندم ازت میخوام اونایی که بیرون هستن و غذای ندارن، نانی ندارن، خداوندم تو بهشون بدی. خداوندم ازت میخوام اونا هم بتونن محبت کنن تو رو. خداوندم آمین. که بتونن تو رو محبت کنن. آمین. در نام عیسی مسیح. آمین. سلام بچه ها، خوبین؟ زریبری برام یه عکس خیلی خنده‌داری از خودش فرستاده. من خیلی زریبری رو دوست دارم. شما هم دوستش دارید؟ بله، زریبری همیشه سوالای جالب میکنه که باعث میشه من خیلی فکر کنم. این هفته ازم پرسید که خدا منو چرا آفرید؟ سوال خیلی خوبیه. بچه ها، خدا ما رو چرا آفریده؟ خاله مهسا، من یه داستان خوبی پیدا کردم که سوال زریبری رو جواب میده. بریم ببینیم خاله مهسا و زریبری چه کار میکنن. خاله مهسا دیدی چه عکسی واسه خاله پگا فرستادم؟ دیدی خیلی بامزه اونا. زریبری بچه ها اومدن. سلام بچه ها. بچه ها خوبی؟ بچه ها میدونید چرا خدا ما رو آفریده؟ میدونید؟ خب منم نمیدونم. خاله مهسا من از خاله پگا پرسیدم، گفت اول باید داستان این هفته رو ببینیم. میشه ببینیم؟ بله زریبری، بله بچه ها، پاشین با هم بریم و داستان این هفته رو با هم ببینیم. بریم. آماده اید بریم سفر کلام؟ 1 2 3 پاشو بریم، دست هم رو بگیریم. 1 2 3 آماده ایم بریم با هم به سفر. خدا حقیقت هست، دوستم میداره، کلام او زنده است، به من راه و یاد میده. بیا بریم سفر، آیات یاد بگیریم، دعا کنیم نزد خدا، دست هم رو بگیریم، دست هم رو بگیریم. 1 2 3. یکی بود ولی تنها نبود. کلام خدا بیکار نبود. یعقوب نوه ابراهیم
12 تا بچه داشت، اما یوسف رو بیشتر از بقیه دوست داشت. اون به یوسف لباس مخصوصی که رنگای زیبایی داشت هدیه داد. برادرای یوسف به اون حسودی می‌کردن. اونا از یوسف متنفر بودن. یوسف خوابهای خاص و عجیبی میدید. اون گفت خواب دیدم که ما همه توی یه مزرعه مشغول بستن دسته های گندم بودیم. دسته گندم من بلند شد و دسته های گندم شما دور دسته گندم من واسطادن و جلوی اون تعظیم میکردن. برادرای یوسف بیشتر از قبل از اون متنفر شدند. یوسف رویای دیگه‌ای هم دید. من یه خواب دیگه دیدم. خواب دیدم که خورشید و ماه و 11 ستاره به من تعظیم می‌کردن. پدرش و برادراش بهش غر زدن و گفتن آیا منظورت اینه که تو پادشاه ما میشی و به ما دستور میدی؟ یه روزی که برادرای یوسف مشغول نگهداری از گوسفندا بودن، متوجه شدن که یوسف به دیدن اونا میاد. اونا نقشه کشیدن تا یوسف رو بکشن تا همه خوابهایی که میبینه تموم بشه. رعوبین گفت کشتن برادرمون کار اشتباهیه. اونو نکشیم. اون رو توی یکی از این چاه‌ها بندازیم و به اون آسیبی نزنیم. پس اونها یوسف رو گرفتن و لباس زیباش رو از تنش در آوردن و توی چاه انداختن. بچه‌ها، تو همین زمان کاروان اسماعیلیان به مصر میرفت. یهودا پیشنهاد داد بیای یوسف رو به عنوان برده به این کاروان بفروشیم. پس برادراش یوسف رو به قیمت 20 سکه نقره فروختن. بعد روی لباسش خون بز ریختن و به پدرشون یعقوب نشون دادن. یعقوب گفت پسر من مرده و شروع به گریه و زاری کرد. از طرف دیگه یوسف رو به مصر بردن. اما بچه ها، خدا با یوسف بود. اسماعیلیان در مصر یوسف رو به فوتیفار که یکی از افسرای فرعون بود فروختن. خدا یوسف رو برکت داد و اون رو در همه کاراش پیروز و موفق کرد. راستی فوتیفار یوسف رو مسئول خانواده خودش کرد. یوسف چه خوابای عجیب و غریبی میدید. بیچاره اتفاقای بدی هم واسش افتاده بود خاله مرزا. بله، ولی خوابی که یوسف دیده بود درست در اومد و خدا برای زندگیش نقشه‌های خوبی داشت. خدا از یوسف یه رهبر قوی ساخت. ولی خاله مرزا من هنوز جواب سوالمو نگرفتم. خدا چرا منو آفریده؟ چرا؟ زری بری، خدا برای زندگی من و تو و شما نقشه‌های قشنگی داره، نقشه‌های خیلی خوبی داره. نقشه یعنی کارهایی که خدا میخواد در زندگی ما برای ما انجام بده و همه اون کارهای خوبیه. خاله مرزا من هر روز سعی میکنم که خدا رو دوست داشته باشم و بهش گوش کنم. آفرین زری بری، پس مطمئن باش که نقشه‌هایی که خدا برات داره نقشه‌های خیلی خوبیه. اونا چه خبر خوبی. حالا که خدا برامون نقشه‌های خوبی داره بریم یه سرود بخونیم. میشه بریم بچه‌ها با هم یه سرود بخونیم. Child
بله بچه ها، خدا ما رو آفرید چون نقشه های خوبی برامون داره. میخواد کارهای خیلی خوبی برامون انجام بده. آیه این هفته هم اینو به ما یاد میده. ارمیا 29:11. فکرهایی که برای تو دارم فکرهای خوبی‌ان. Jeremiah 29:11. The plans I have for you are good. کیمیا جان، میتونی این آیه رو برای ما بگی لطفاً؟ بله خاله. سلام بچه ها. ارمیا 29:11. فکرهایی که برای تو دارم فکرهای خوبی‌ان. بیاین با هم دعا کنیم. دستامونو رو هم میذاریم و چشامونو میبندیم. خداوندا، مرسی که بر من فکر میکنی و همیشه خوبی منو میخوای. لطفاً کمکم کن تا بتونم از تو اطاعت کنم. به نام عیسی مسیح دعا میکنم. آمین. بچه ها، این هفته وقتی با خدا صحبت میکنین ازش تشکر کنین که انقدر مواظب شماست و همیشه کنارتونه. تا دفعه بعد، خدافظ بچه ها. گلای قشنگم، یادتون نره آیه های حفظیتون رو برای ما بفرستین.